سلام بچه‌ها، چطورین؟ بگید که خوش اومدید. من ستایشم. احساس می‌کنم اول هر ویدیو برای خودم معرفی کنم و من نمی‌کنم و تمام چیزم اینه که شما من از ویدیوی اول میشناسید و دیدید و به خاطر نمیتونم چیز کنم که شاید یه نفر اولین ویدیویی که داره می‌بینه. آره من ستایشم. نمیدونم چرا ولی اصلا دلم نمیخواد چیکار بکنم. یه فازی گفتم که چیکار دلم نمیخواد بکنم. به خاطر همین میام برنامه‌ریزی می‌کنیم که برگردیم به روتین قبلی. احساس کنم از وقتی زبانم تموم شد همش خوابم. یعنی من فکر می‌کنم که خب الان دیگه اسرات مال خودته و میتونی خیلی هر کاری که دلت میخواد بکنی و نقاشیاتو ببری جلو، کار دانشگاهتو ببری جلو و کلا اگه کار خاصی انجامش بدی. ولی واقعا همش دارم ظهر رو میخوابم و من اصلا پیشینه نداشته که ظهر رو بخوام. اون تایمی که من رسیدم رفتم ظهر نمیخوابیدم. خیلی خستم. یعنی الانم واقعا اشتباهم که ستایش پاشو، چون یک شنبه یه فاز خیلی داغونی گرفته بودم که دلم نمیخواست هیچ کاری بکنم و تمام مدت این شکلی مثل این بدبختا خوابیده بودم کف اتاقم. ریل داشتم میدیدم. میافتی توی چرخه که داری همیشه ریل میبینی و میری. بعد برای اینکه از چیز در بیام، از این حالت خموشی و اینکه هیچ کاری دلم نمیخواد بکنم و فقط میخوام بخوام، شاید به خاطر آلودگی هواست، میخوام که برنامه ریزی کنم. این برنامه هفته قبل منه، ولی چون که از دوشنبه نوشتمه که از دوشنبه شروع کردم، مثلا بعد شنبه یک شنبه هفته قبل نوشتم، ولی می‌خواستم برم صفحه بعدی بعد دوباره دوشنبه شروع کنم. و بخاطر همین نمی‌خواستم کار بکنم چون ترتیبشون به هم می‌خورد. بعد به هم گفتم که اوکی اشکال نداره، توی این من چیز هفته‌ای هم دارم فیلم بکنم بنویس که اینجاستش. بذار این دفترم بهتون نشون بدم چون ویکلی پلان از سایت همیشه میتونید برید این پلنر رو بخرید بچه‌ها. این شکلی هفتگی جا داره، پشتش هم خط داره، میتونید بنویسید. خب یکی دیگه از کاری که میخوام انجام بدم اینه که یه برنامه بچینم برای کریسمس، چون که من برای کریسمس پارسال، در واقع پارسال این کارو کردم که به کسی که دوستشون داشتم کادو دادم و کارت پستال دادم و یه چند تا شکلات و بعد یه سری هدیه مال همه بود. خب مثلا کارت پستال و شکلات و یه مداد بود، یه دیگه چی بود؟ کار هم نبود. یه حالت یه چیز ماژیکتوری هم بود. یه گیره کاغذم بود. بعد بقیهش دیگه مثلا متناسب با هر فرد یه کادوی یکم بزرگترم بود. این خورده ریزاش مثلا برای همه بود. بعد کارت پستالمو دارم هنوز، یعنی مال یه نفر بهش ندادم هنوز کارت پستالشو، نمیدونم چرا، ولی میتونم بهتون الان نشونش بدم. این چیزی که برای پارسال درست کردم، کارت پستال پارساله. بعد خیلی برقیه، میبینیدش چقدر خوشگل بود. بعد پشتش هم یه چیز تبریک بود. اینم یه مدل دیگهش، اینم برقیه. اینا با رنگ صدفی گواش کار کردم. آره پشتش هم چیز نوشتم براش، حالت نامطور. بعد این دوتا این شکلی گذاشتمشون روی همدیگه و روی این کاغذه گذاشتمش توی این کاغذه یه حالت این شکلی تو، و با این نخ قرمزه دورش بستم. فکر کنم چند تا فیلماشو دارم. کارت پستال درست کنم. یعنی کارت پستال همیشه هستش ولی نه اینقدر زرق و برق، شاید یکم ساده تر درست کردم، شاید حتی چاپش کردم، نمیدونم، چون این همش خودم درست کردم و اینا. دوست دارم خودم درست کنم ولی فکر نکنم برای خودشون بیاد که تو درست کنی کارت پستال، نمیدونم. یه چند تا ایده کارت پستال دارم براتون میذارم اینجا، شما اگه دوست داشتید با من درست بکنید. موندم کدوماشو بردارم مثلا چاپ بکنم یا خودم بکشم، اصلا نمیدونم چیکارش بکنم. بعد برای کادو هم 2 نفر میدونم چی باید بگیرم، بقیه‌شون رو نمیدونم چون که هیچ ایده‌ای ندارم. یعنی اصلا احساس می‌کنم هر چی نیاز دارن رو دارن.
یه برنامه ها پس یه کارت پستال باید درست بکنم. بچه ولی کریسمسی میخوام براتون بگیرم اگه که بشه آیسد انشالله. یه کوچولو میخوام اتاقمو تزیین بکنم، خیلی کم. یه چیزم میخوام بگیرم، پیپ پاکن بهش میگن، نمیدونم چه، یه سری سیما هستن بعد نرمولکیه، بعد میتونی با چیزای مختلف درست کنی. آره شاید رفتم رنگ زرد قرمز گرفتم بعد با ستاره درست کنم، بعد این شکلی یه حالت ریشه ستاره‌ای، چون که قشنگه. من ستارم دوست دارم، حس میکنم که به چیز اتاقم بیاد. چون میخوام با کاجو اینا یه تزیینات ریزی مثلا در اتاقم یا سری کوچولو موچولو درست کنم. بچه کلا این هفته خوبی نبود. یعنی من 2 کارم شیت آسه تحویل دادم و جفتشون رو گفتم برو دوباره بکش. چیکارم که بس یه چیز بی خودی، یعنی یه چیز بی خودی هم نبود، مقیاس اشتباه داره. بچه بکنم چیزی نبینید. آره این خیلی مشخص نباشه، ولی اینجا این مریمه، اینم جیززه بچه، این جیززه. شاید روش کار کردن بهتر بتونید متوجه داستان بشید. الان خیلی نمیفهمید، البته چون که پوشتش هم چیز نیست، نور افتاده. بذاریم براتون چیزش کنم، کاغذ بذارم زیرش ببینم بهتر نمیشه. آره اینه. حالا امروز روش با هم دیگه کار میکنیم، یکم بهتر میشه و آره کارش تا الان آسونه به نظرم. نمیدونم که قراره که سخت‌تر بشه یا نه، ولی تا الان به نظرم اوکی بوده و خیلی سخت و چالش برانگیز نبود. شاید دارم اشتباه میکشم. بچه‌ها من روی بومه یکم کار کردم، ولی بازم باید روش کار کنم. احتمالاً تا چهارشنبه کاملش کنم. دیگه چی میخواستم بگم؟ بومه هم ببینید که اینجا میذارم براتون. بعد تیریگیاشو بیشتر کنم و هنوز کلی کار داره بهتون بگم. فکر نکنید این کامله. یکم هم بارون اومد، ولی خدا رو شکر که فردا تعطیله و امروز هم تعطیل بود. خوشحالم چون قراره که هفته دیگه هم تعطیل داشته باشیم و تعطیلی ها رو دوست دارم. من از دانشگاه خیلی بدم میاد، واقعا از دانشگاه خیلی بدم میاد. تیم خوبم داره ولی نه. امیدوارم که از این ولاگ خوشتون اومده باشه. بیشتر حالت برنامه‌ریزی طور داشت. می‌خواستم که شما هم بیاید با من برنامه‌ریزی کنید اگه می‌خواید کاری بکنید برای کریسمس یا هر چیز دیگه‌ای. و واسه منبع نور کوچولو اینجا دارم. خواستم که یکم پاشم و کارا رو انجام بدم و اینا. گفتم که شما هم اگه توی این موقعیت ها هستید، یه روز بد داشتید یا یه هفته بعد مثلا، میتونید با برنامه‌ریزی های کوچولو برید جلو و یه چیزای کوچیکی واسه خودتون پیدا کنید که بکشونتتون جلو و با استفاده از اونا مثلا یه امیدی داشته باشین. مثلا برای من کریسمس بود، شکلی بودم که خب برنامه‌ریزی می‌کنم کریسمس می‌خوام چیکار کنم، تزیین می‌خوام بکنم، کارت پستال، نمیدونم چی و دوست داشتم که یه همچین چیزی داشته باشم که بدونید آدم روزای بدم داره، هفته‌های بدم داره و همین. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتید کانال منو سابسکرایب کنید و لایک کنید، کامنت بذارید و همین. دوستتون دارم. خدافظ. فی امان الله بچه‌ها، فی امان الله.